رجعی طلاق را میگن که با لفظ گفته میشود که فقط در طلاق استفاده میشود. او اصطلاح او ترمینی طلاق است. اگر عربی در طلاق تو کیه انت مطلقه مقصد به همین لفظای مطلقه، اما در تاجیکی ما هم طلاقت کردم، یک طلاقت کردم، ده طلاقت کردم، همین لفظا یا طلاقی صریح رجعی هست. اگر مثلا مرد زنش بگه که طلاقت کردم یا یک طلاقت کردم یا دو طلاقت کردم، برای اون که اگر پشیمان شوه همون زن برگردوندنی شوه. حمد به حد آن خدای پاک را، آن که جان بخشیده مشت خاک را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، شخصایی که بسیار شیرشتر سراغ میکرده، شیرشتر قفشدگیش در کپسول آمدگی استحصال دبی یک میچره در یک کورسش بودیم که 3 ماه باید استفاده برای 120 کپسوله داره. فرانک برای وقتی هم خوب شدن درست کردن، یعنی که در وقتی هم خوب شدن تستیور نکردن تا 45 دقیقه وقتی هم خوب شدن درست میکنه. استحصال هندوستان اورجینال شه جواب میدیم صفاتش. پشیمان شوه همون زن برگردوندنی شوه، حجت نیست که با اکثر اینا خطبه بخونن، با شاهدا باشن، با او بخشیدن و قبول کنن، حجت نیست. مرد حق رجوع داره، میتونه که رجوع کنه. رجوع میشوه که اینا مثلا دستی زنش به شهوت قفید، همین گویا نکاحش کرد. زنه که یک بوسه کرد نکاح میشوه. یا که اینا مثلا زنه هم تری بعدی طلاق رجعی خونه پدرش رفته است، خسرش راهش نمیته، همین دهنی در میره میگه که من رجوع کردم به تو، نکاح میشوه. اینجا دیگه روزگی زن هم در کار نیست، با شرطی که طلاق رجعی باشه. اگه او طلاق کور نمیشوه، او طلاق علاقه در 4 پیس که رفتگی است، او کور نمیشوه. نه که برای اون که زنه که بر بگردونی همین رجوع کفایه میکنه ای طرفی مرد. خب طلاق دویم طلاق با این میگن وقتی که با لفظهای کنایه طلاق کرده میشوه. اینا در خطبه عادتا برای میگن جواب تا دادم، سر دادم، دفع شبانیتی طلاق میگن. یعنی لفظو قطعی اگر بگه گم شا یا یکون حقارتی عروسی کنه، نیتش اگر طلاق باشه، همیشه طلاق با این واقع میشه. برای چی با این میگم؟ برای که این بلفظ کنایه که هست سخته. بعد طلاق با این تو زنه که ایسر اینا و نکاح نکنی، او زنه زنیت نیست، قطعی و معامله کرده نمیتونی، او رجعی نیست. حتما باید شاهدا باشن، حتما او زنه تن نفس شد ببخشد در حضور شاهدا، مرد قبول کنه و مهر نو فرض میشه در کلای مرد. مهر زنه که ایسر نو میدی، این شوخی نیست. اما یا با قرید بودن جراستن میبرویا، این مردم بدونن اگر قانون معقول نمیکنن. در طلاق رجعی وقتی که ایده زنک بگذره رجوع نکنه تو همون وقتا. 3 حیث زنک دید طلاق رجعیش با این شیده نکنه، دیگر نمیتونه رجوع کرده. برای همون زنک ایسری نو گرفتن با مجبوره که مثلا برای نکاح کنه، با او ببخشه و این قبول کنه در حضور شاهد و مهر نوقتی. نه که اگر ایده زنک نگذشته رجوع کنه سبکک میتونه که مقصد ای خودش کنه. خب انا اگر همه طلاق رجعی رو با این آیا به هم دیگر میچسبن یا نمیچسبن؟ در همینجا در شریعت 4 صورت هست. رجعی، بعدی رجعی میکنی، بعدی رجعی با این میکنی، بعدی با این رجعی میکنی، بعدی با این. رجعی در رجعی میچسبن، هر خیلی باشه. اینا مثال گفت طلاقت کردم، یا لحظه پس گفت که با طلاقت کردم، یا که اینا 3 طلاقی، یا دم پس گفت که با 1 طلاقی یا 2 طلاقی یا 3 طلاقی میچسبن. این جای شک نیست. ولی همین بابای حجی گفت که بسول زنش گفت که طلاقت کردم، بعد گفت 3 طلاقت کردم، چی میشه؟ 3 طلاق میشه. اون میچسبن. خب رجعی در با این میچسبن. زنش گفت که جواب تا دادم، بعد چند با گیزله شده این دفعه اومد گفت که انا طلاقت کردم یا 1 طلاقت کردم، اینا دتشید اندسته. خب با این در رجعی میچسبه. زنش گفت که طلاقت کردم یا 1 طلاقت کردم، بعد یو بگو که جواب تا دادم، شد دتا جواب تا دادم با این بود دتشید. فقط در یک صورت همین با این در با این نمیچسبه. زنک گفت که سر دادم یا جواب دادم، بعد چند با گیزله شد گفت با جواب دادم،
دیگه نمیچسبه. با این نمیچسبه. مدت وقتش چند خواهد باید باشه؟ چرا؟ همین مثال گفت باینش مثال چی؟ برای نچسبیدنش. برای که نچسبه ایده زنک باید بگذاره. اونجایی که میچسبیدگی داره. ایده زنکی نگذاشته باشه میچسبه. یعنی همین 4 صورت در 3 صورت میچسبه. رجعی در رجعی میچسبه، رجعی در بوین میچسبه، بوین در بوین میچسبه، فقط بوین در بوین نمیچسبه. فهمیدی اگه؟ الان اگه سری هم مسئله میایم که زنک اگه که طلاقت کردم و بعدش بگو 3 طلاقت کردم. اون عادتا مردم جاهل که هستن طلاق میکنه با هم طرف عروس کشتل شاه میگیرن پیرخر کو مردک باشه کو 3 تشکر. تر یک جهالت ابلهی دیم ده. الحمدلله همه مسلمانیم قاعده شریعت رعایت میکنیم لیکن به درجه جاهلیم که فکر نمیکنیم که کلمه 3 طلاق اصلا غضب خدا را میاره. خدا را خوش نمیآید. همین گناهکار میشه و هم گویندش نکو مرد باشه میره 3 طلاق کو. اوه برای ایام دختری تو جدا شدن شرط نیست 3 طلاقش کنه. همون یا طلاق قطعا جدا میشه. اگر هر دو طرف که نخواستن زندگی کردن بچه که رجوع نکرد ایده دختر که گذشت میتونه شوی دیگه کنه بره. چی لازمه 3 طلاق کردن؟ خب مسئله ای که اگر در اول طلاقی با این کرده باشه این مثال گفت جواب تا دادم یا سر دادم بعدی چند گیزلش کردن یا که دوادیتش کردن چه خیلی باشه با گفت 3 طلاقت کردم آیا همین 3 طلاقت کردم در همین جواب تا دادم میچسبه یا نمیچسبه؟ با ظاهر روایت با قول ائمه ثلاثه با قول امام اعظم ابو حنیفه امام ابو یوسف امام محمد میچسبه. برای که 3 طلاق اگر چند مغلظه است اما لفظش لفظ صریحه لفظ کنایه نیست. برای میره با این نمیگن این در با این میچسبه. فقط شیخ نجم الدین زاهدی صاحب کتاب الحاوی فی الفتاوی یک کتاب داره الحاوی فی الفتاوی همین شیخ همین نجم الدین زاهدی همین گفته است که از بس که 3 طلاق مغلظه های بعد 3 طلاق دیگه نمیشه رجوع کرده همین خاطر حکم با اینش بده با اینی لفظی هم که نباشه با اینی معنوی میشه و با این دا با این نمیچسبه. این هم رنگی با اینش کرده است گفته است اگر طلاق یکم با این باشه یعنی همین جواب تا دادم یا سر دادم باشه 3 طلاق در اون نمیچسبه. از بس که همین طلاق به حد زیاد که بد شده است این بیچاره ملاهارم همین مرده شونه دختیان همین قولک شوزه قپیدیان همین که کستای کو خواهی بیایی به همین مقصد فتوا بتیم. اگر مشرطی که همین حکم شریعه در جامعه جوری باشه و قاضی اسلامی باشه شنیده باشه که کسی طلاق با این کرد و بعدش 3 طلاق کرد با میخوان زندگی کنن زده جدا شو میکنه قاضی دینی نه که از بس که اولی نیسته که این کارو خیلی قولک نجم الدین زاهدی قطعی دیگه همین اجباران که ها این بچه خیلی فرزند داره و زندگیش کلید چیده است با همین رجوع میکنن میگه باور کنی همین میگم بسیار قولی که میلنگه قولی که در مقابل قول ائمه ثلاثه باشه و دیگه ایروی ضرورت مجبوری در این حالت هم یک قیلک اندکک میکنن یا اون قیلک ایگویا برای بسیار احتیاط کنی بچه عزیز. همین مسئله طلاق بسیار وضعی حضرت میگه تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز بالعرش نکاح کنه طلاق نکنه که این طلاق عرش خدا را میلرزونه خدا را خوش نمیآید. ابغض الحلال الی الله طلاق همه منفورترین بدترین حلال در پیش خدای تعالی طلاق های. طلاق برای مرده که رخصت های مباح های میتونه طلاق کنه نه که خدا خوش نداره که یعنی بندهای خدا از هم دیگر جدا شوانه طلاق کنه. خیلی بعضی حالت های میشه که دیگه علاج نمیمونه اینا فرض کرده و یعنی دوتا فرزند نشید این مردک میگه یا زن دیگه میگیرم طرف که زن به حد سخت مقابل میشه که نه این اول جواب شبته بعد در همین حالت ها کلونا با هم دیگر باید مصلحت کنن با همین گفته شنید با تنجی و آرامی بشینن. مرد در حالتی که زنک در حیز نباشه خشک باشه مثال میگه که اینا طلاقت کردم یا طلاقت کردم با همین خلاص ایشان اوشان پشت زندگی خودش میره و ایشان ایده زنک که گذشت بتونه شوی دیگه کنه. برای مرده که ایده هم در کار نیست روزی دیگهش میتونه که زن بگیرن. اگر ما مصلحت چید سود دوک نمیشه جنجال و دعوا نمیشه نگه همین در حالت غضب خشم احتیاط کنید که همین شیطان آدم وسوسه میکنه و چویوشا
اگر بسیاری بعد گیزالت کرد همه یک خمچک بود یک برش بند در بندوی پوچه شد غضبت پس شده بود مقصد طلاق شما در سرتون گیره طلاق سیاست نیست طلاق حقارت نیست طلاق ترس دادن نیست طلاق حکم شریعت اگر گفتی واقع میشه ایشان خود محمد ایوبی انشالله ای جوانای تعلیم گرفته و خوانده و در خاندان بزرگا تربیت یافتگی این سخنها به این دخل ندارن این سخنهای نمی شما در دخل دارن خداوند ایشان خیر از جمعی بلا و گزنده حفظ کنه امرای تازه عروسش از جمعی خشی های زندگی برخوردار بگردونه پروردگار بینشان الفت و مودت و محبت برقرار بسازه تا اینکه احترامی همدیگر را به جا بیارن احترامی والدینشون را به جا بیارن پروردگار از دامانشون فرزندای خوب صالح عالم قاری محب خدا و پیغمبر به دنیا بیارن پروردگار برادرایی را که در این محفل خیر شرکت دارن به زنا را صاحب زن صالحه به فرزندا را صاحب فرزندای خوب صالح و صالحه برحمتک یا ارحم الراحمین